جالبه بدونی تک تک زنای ایلان ماسک بعد از طلاق نه تنها بدبخت نشدن بلکه از خودش هم ثروتمندتر شدن. همسر اول ایلان ماسک جاستین که مادر 6 تا از بچه‌های ایلان ماسک بعد از 8 سال زندگی حضانت بچه‌هاشو به ایلان ماسک میده و ازش جدا میشه. در مقابل 4 میلیون دلار و یه ماشین تسلا میگیره و خداحافظ. خدا رو شکر همسر دومش رایلی علاقه به بچه دار شدن نداشت وگرنه الان ایلان ماسک میتونست تیم ملی بزنه. ایشون هم بعد چند سال جدا میشه و مبلغ 130 میلیون دلار ناقابل میگیره و میذاره جیبش. در واقع ایشون از بقیه خوششانس‌تر بوده چون خود ایلان ماسک خواسته این پولو بهش بده. ولی از همه بدبخت‌تر گرامز پارتنر سوم ایلان ماسکه. هم 17 سال جوان‌تر از خود ایلان ماسک بود، هم به صورت رسمی هیچ وقت ازدواج نکردن که الان بخواد یه چیزی مثل مهریه بگیره. بلکه 3 تا بچه دیگه به ارتش بچه‌های ماسک اضافه کرد که محبوب ترینش همون فرزند آخرش یعنی ایکسه که آخرین بار به ترامپ گفته بود دهن گندتو ببند. گرامز بعد از طلاق هیچ پولی نگرفت ولی ایلان ماسک بهش ماهانه پول میرسونه. میگن ممکنه دوباره با همدیگه وارد رابطه بشن. حالا به نظرتون مهریه حق زنه یا نه بهتره به جای سکه اموال بین 2 نفر تقسیم بشه؟ اگه دنبال دانستنی ها میگردی پیج آنکو فکت رو دنبال کن.